شما دانشجویان گرامی. این مستند که انشاءالله به مدت 55 دقیقه به تماشای خانه نشست، سعی کرده زندگانی سیاسی مبارزاتی حجه اسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران رو به صورت مستند و عمدتاً برگرفته از سخنان خودشون به تصویر بکشه. آقای روحانی قول دادن که در عرض 90 روز بحث شفافیت اطلاعاتی رو اجرا کنن تو کشور. نمیدونم اطلاع دارید تو برنامه 5 ساله بحث ایران خود در شبنم رو داشتیم ما. 2/3 نمایندگان باید رأی بدن تا یک قانونی از برنامه 5 ساله حذف بشه. آقای نعمتزاده وزیر صنعت و معدن با یک امضا این 2 تا قانون رو حذف کردن. هم خلاف قانون بود این هم خلاف وعده آقای رئیس جمهور. بیایم مستند از دانشجوهای خوابگاه بسازیم، نه اینکه از این چیزا که 2 تا انیمیشن زدیم مستند زدیم. این در این مورد اکران این مستند من روحانی هستم قرار بود که ماه گذشته توی دانشگاه امیرکبیر برگزار بشه، مجوزش لغو میشه توسط همین دولت. آقای نبویان توی دانشگاه علامه قرار بود که در مورد توافقنامه ژنو و نقد توافقنامه ژنو صحبت بکنن، سخنرانی ایشون هم لغو میشه. مدتی پیش قرار بود آقای جلیلی توی دانشگاه خراسان شمالی و همین چند وقت پیش توی دانشگاه همدان قرار سخنرانی داشتن. پس از تبلیغات و در واقع اعلام برنامه باز مجوز سخنرانی ایشون هم لغو شد. اینا همش توی همین دولت اتفاق افتاد و همه این برنامه‌ها هم توسط بسیج دانشجویی برگزار قرار بود بشه. من میخوام بگم عملکرد و مواضعی که آقای روحانی توی این مدت داشتن، همونطور که توی این فیلم هم چند قسمت از اون دیدیم، مثل قضیه حصر آقای منتظری، موضع‌گیری آقای روحانی بعد از فتنه و شبه کودتای 18 تیر، موضع‌گیری آقای روحانی بعد از غزوه 9 88 و افتضاحات روز عاشورای 88 و همچنین موضع‌گیری و سخنرانی آقای روحانی بعد از قضیه 25 بهمن 89. همه اینها نشون میده که هر جا فتنه‌گرها، هر جا ضد انقلاب، هر جا افراطی‌های اصلاح طلب خواستن قانون شکنی بکنن، در هیچ کدوم از جاها آقای روحانی باهاشون همکاری نکرد. انشاءالله باید از دولت به خدمت قوه قضاییه هر چه زودتر شاهد محاکمه سران فتنه است. پیشنهادی هم که من دارم اینه که از الان باز دوباره فقط به فکر الان نباشیم، فکر آینده‌ای باشیم که در ظرف چند سال آینده یک عده‌ای راجع ما هم همین فکر خواهند کرد که آیا اینها کسانی نبودن که مثلا راجع به اطرافشون فکری بکنن، واقعا یک مطالعه درستی داشته باشن. یعنی همین متن توافق اخیر یکی از واضح‌ترین چیزاشه. یعنی تک تک خوندن کلمات این متن به نظرم یک کار خیلی پیچیده نیست. یک متن انگلیسی واضحیه، داخل هر جایی هم نفهمیدیم داخل دیکشنری میشه کلماتش رو فهمید. ولی این که مثلا از این جمع حدس من اینه که شاید مثلا کمتر از 10% به صورت واقعی، یعنی که بفهمن هر کلمه این از لحاظ بار حقوقی چه معنی میده بررسی کرده باشن، وقتی همچین رقمی باشه به نظرم آینده دارم خیلی شاید دور از انصاف نباشه که به ما فوش هم حتی بده. ایران باید بتونه سودش رو ماکس کنه و تجربیات قبلیش هم قطعا استفاده کنه و یاد بگیره که سرش کلا نره. یعنی اینکه سعی کنیم کلا هر توافقی رو بگیریم بعدش رو رفته با دشمن ما توافق کرده، طور کلی چیز خوبی نیست. از جمله معدود تعهداتی که توی این معاهده بهش عمل شده، ورود خودروی شورولت به تبریز که حالا بالاخره یه چیزیش عمل کردن و نمیدونم چرا بقیه‌اش هنوز خبری نیست. الان ما 2 تا انتخاب داریم. آقا یا اینکه انرژی هستی رو انتخاب کنیم کلی تحریم بخریم، یا اینکه بیخیال بشیم مثلا 5-6% انرژی هستی ما غنی‌سازی کنیم، عوضش با خیال راحت بدون تحریم. این نظر شخصی منه. ای کاش فقط هسته‌ای بود، ای کاش فقط یک موضوع بود. اون موقع میشد سر این صحبت کرد. تازه باز هم اون موقع دلایل کاملا علمی بود که بخوایم این موضوع رو رد کنیم. اما هنوز این مذاکرات تمام نشده. بحث موشکی ایران مطرح شده. بحث سران فتنه مطرح شده. این چیزی که حالا اتفاق افتاد یه بخشی هم توی فیلم نشون داده شد که باید در طی صحبت می‌کردن، گفتن که خب این اتفاق اگر بیفته مثلا مذاکرات به نتیجه نرسه، یه عده توی انتخابات ایران استفاده می‌کنن و رأی میارن. یا بعضی از صحبت‌های دیگه که بعضی حالا متأسفانه سیاستمدارای ما توی فضای خارجی کشور میان بیان می‌کنن، میگن که آره مثلا الان دولت ما مثلا فلان شد، یا مثلا دولت قبلی فلان بود فلان شد.
این واقعا غلطه. تمام افتخارم اینه که هم شریف درس میخونم هم بیل میزنم. من آدم تابستون بیل زدم و 10 برابر کنم، خوابم رو نصف کنم، اما حاضر نیستم پشتیبانی یک کشوری رو بپذیرم، حمایت کشوری رو بپذیرم که از گروه تروریستی داره حمایت میکنه که از کسی که سربند یا فاطمه داره سرش میباره میذاره تو اینترنت داره افتخار میکنه. امیدوارم همین جایی که اینجا بود ادامه پیدا کنه، همیشه ما هم بتونیم حرف بزنیم، این همفکری اونقدر ارتباطی که همدل همزه باشیم.